فیلم ما با شخصیت هاچ منسل که ظاهراً مجروح شده و دو تا افسر دارن ازش بازجویی میکنن آغاز میشه. دستای اون دستبند زده شده و به نظر میرسه که جرمی مرتکب شده. یا سیگار روشن میکنه و تن ماهی رو باز میکنه برای گربه‌اش که از داخل جاکتش بیرون میاد. دو تا افسر روبروش نشستن و ازش سوال میپرسن. فیلم نوبادی از اینجا شروع میشه. صحنه به گذشته میره و ما متوجه میشیم که هاچ با بکا که یک زن موفق داخل کسب و کارش ازدواج کرده و 2 تا فرزند داره. هاچ به عنوان یک کارمند داخل شرکت ساخت فلز پدر زنش مشغول کاره. کار رو یک نواخت روی اون تاثیر گذاشته و مشکلاتش زیاد شده. پسرش بلک هیچ احترام براش قائل نیست و حتی وقتی برمیگرده خونه اونو به رسمیت نمیشناسه. به بیان خیلی ساده اون داخل خونه بازنده است. ارتباط بین اون و بکا کاملا قطع شده. حس ناامیدی و تنهایی هاچ روز به روز بیشتر میشه، ولی دخترش سمی اونو خیلی دوست داره و از گذروندن وقت با اون لذت میبره. هاچ نیز خیلی به اون اهمیت میده و از سمی به خوبی مراقبت میکنه. یه شب صدای پارس سگ خواب آروم اونا رو مختل میکنه و هاچ بیدار میشه تا بررسی کنه. اتاق سمی سر میزنه. وقتی از پلا پایین میاد یهو شوکه میشه. 2 نفر وارد خونه شدن. هاچ پر از ترس و آدرنالین شد. یه چوب گلف برای محافظت برمی‌داره و سعی میکنه به صورت مخفیانه کمک بگیره. اما متاسفانه زن متجاوز متوجه تلاشش میشه و اونو متوقف میکنه. اونا تقاضای پول میکنن، در حالی که مرده اصرار داره که ساعت و حلقه ازدواج رو بگیره. داخل یه لحظه پرتنش هاچ سعی میکنه توضیح بده که اونا توی خونه هیچ پولی ندارن. زن یه کاسه شیشه‌ای که اونجا بوده با مقداری پول و یه دستبند داخلشو و محتویات کاسه رو برمی‌داره آماده رفتن میشه. به اون لحظه هاچ متوجه یه خالکوبی روی مچ دستش میشه و بدون مقاومت اجازه میده که اونا هر چی میخوان بردارن و ببرن. ناگهان بلیک از ناکجا آواز سر میرسه و میپره روی اون مرد. هاچ به فکر حمله به اون زنه میافته، اما تردید میکنه و به پسرش دستور میده که اجازه بده اونا برن. بلیک پدرشو الان یک ترسو میدونه. اون شب پلیسا برای تحقیق درباره سرقت وارد میشه. خانواده هاچ از تصمیمش برای عدم مقابله با دزدان ناامید میشه. حتی پلیسا اونو بازنده مینامن. هاچ با احساس گناه و شرم به طبقه پایین میره تا روی کاناپه بخوابه. سمی میاد پیشش و تنها محبتی که اون شب دریافت میکنه رو بهش میده. سمی میگه که کاش یه گربه بیارن تا کمی شادی به خونشون بیارن. صبح روز بعد بلیک از هاچ برای مصاحبه به منظور تکمیل پروژه مدرسهشون که درباره سربازای قدیمی بوده میپرسه. هاچ میگه که اون سرباز نبوده، فقط یک حسابرس ساده بوده. بکا میگه که کاش از عموت بپرسی، آخه اون تجربه نظامی واقعی داره. هاچ به بیرون از خونه میره و همسایش در حضور همسرش اونو تحقیر میکنه. بعدتر داخل محل کار برادر زن هاچ چارلی بهش نزدیک میشه و اونو به دلیل عدم توانایی در مقابله با دزدان سرزنش. چارلی به هاچ یک اسلحه میده و پیشنهاد میکنه که دفعه بعد از اون استفاده کنه. بعد از گفتگو با چارلی هاچ با پدرزنش ملاقات میکنه و پیشنهاد خرید کسب و کار اونا میده. اما پیرمرد پیشنهادش رو رد میکنه و به اون پیشنهاد میده که دفعه بعد با یک قیمت بهتر بیاد. بعد از این هاچ به دفترش میره. درو قفل میکنه و با برادر خوندش هری یک تماس رادیویی میگیره. همه داستان سرقت رو براش تعریف میکنه و میگه که چرا به اونا حمله نکرد. اون اشاره میکنه که اونا جوون بودن و ترسیده بودن و دنبال مقداری پول بودن. همچنین میگه که اسلحه اونا حتی پر هم نبود و اونا به دلیل اجبار این کارو میکردن. هری به اون میگه که کار خیلی خوبی انجام دادی و هاچ به دیدار پدرش دیوید به خونه سالمندان میره و یاد گذشته خود میفته. عصر هنگامی که داره به خونه برمیگرده، خانواده‌اش در حال شام خوردن. یه تنش قابل ملاحظه وجود داره. بلیک حضورش رو به رسمیت نمیشناسه و هنوز به خاطر اون شب ناراحت. بکا درباره روز اون میپرسه و میگه که برای شام بشین. سمی اما یه حس ناراحتی داره و هاچ ازش میپرسه که چرا ناراحتی؟ میگه که دستبند گربه‌ای که داخل کاسه بوده رو گم کردم. هاچ یادش میاد که دزدا اون شب همه چیزایی که داخل کاسه بود رو به سرقت بردن. هاچ با احساس قوی برای بازگردوندن دستبند دخترش به دیدار پدرش میره و نشان FBI و اسلحه اونو میگیره. بعد از این هاچ به یه سالن خالکوبی میره که چند نفر بهش توهین میکنه. اونا متوجه خالکوبی روی دستش میشن و همچنین اطلاعاتی درباره اون فرد که خالکوبی مشابه داشته رو بهش ارائه میده. هاچ به خونه دزدا میره و اونا رو مجبور میکنه که اون ساعت و دستبند گربه دخترش رو برگرد. اما اونا میگن که هیچ اطلاعی در مورد اون دستبند ندارن. هاچ خشمگین میشه و تصمیم میگیره که کل خونه رو بگرد. ناگهان خودش رو توی یه موقعیت دشوار میبینه وقتی که بچه اونا بیدار میشه. متوجه میشه که نوزاد به شدت بیماره و زوج برای درمان اون پول دزدیدن. به همین دلیل هاچ تصمیم میگیره بدون هیچ بحثی خونه رو ترک کنه و ناراحت و ناامید میشه.
مشت به دیوار میکوبه تا احساس خودشو تخلیه کنه. پس از اون حاج با اتوبوس به خونه برمیگرده، اما 5 نفر اوباش سوار میشن و شروع به ترسوندن مسافرا میکنن، مخصوصا یه دختر تنها که گوشه اتوبوس بود. حاج از رفتار اونا خسته میشه و وارد عمل میشه. از راننده میخواد که اتوبوس رو ترک کنه. گلوله رو از اسلحه‌اش خارج میکنه و به اونا هشدار میده که متوقف بشه. اما وقتی اراذل به حرفای حاج گوش نمیدن و بهش میخندن، حاج کنترلش رو از دست میده و با خشونت بهشون حمله میکنه. داخل مبارزه اون چاقو میخوره و با وجود زخمی شدن عقب نمیشینه و تا سرحد مرگ اونا رو میزنه. پس از اینکه اوضاع کنترل میکنه، از راننده اتوبوس به خاطر هرج و مرجی که پیش اومده عذرخواهی میکنه. حاج دیر وقت به خونه میرسه و همسرش بکا در انتظارش. بکا ازش میپرسه که کجا بوده و جواب میده که حس دوران قدیمو داشته و دلتنگ اون. بکا با محبت زخم اون رو تمیز میکنه و درباره فاصله عاطفیشون صحبت میکنه. حاج ازش میپرسه که یادش قبلا اونا چه حسی به هم داشتن و اینکه چه ارتباط خوشایندی داشتن. سپس بکا بالش جدایشون رو بعد از مدت‌ها برمی‌داره. در همین حال یولیان کوزنتسوف که یک نیروی اوباش روسی بوده، از رانندش عصبانی میشه و وارد کلاب مولینا میشه. اون از میان ترافیک زنده عبور میکنه، صف رو نادیده میگیره، به گروهی از مردم عادی نزدیک میشه و روی صحنه میره. حرکات دیوانه‌واری انجام میده. بعد با گروهی از مردان صحبت میکنه و امنیت عملیات بزرگ پولشویی اوباشاک رو به اونا اطمینان. یولیان اونها رو به پاول دست راستش معرفی میکنه. اطمینان میده که پولاشون در امانه. اما با وجود تلاشاش برای جلب اعتماد اونا، یکی از افراد اون به خاطر علاقهش رقصش رو نقد میکنه و در پاسخ یولیان بدون هیچ حرفی یک از همکاراشو میکشه تا قدرت و خطرناک بودنشو نشون بده. یولیان به ملاقات برادرش داخل بیمارستان میره که یکی از اراذلی بوده که حاج داخل اتوبوس کتک زده بود. یولیان مشکوک میشه که این حمله ممکنه به اوباشاک ربط داشته باشه. اون یک کارت مترو پیدا میکنه که در طول مبارزه افتاده بود. اون هدف شماره 1 گنگسترا میشه. صبح روز بعد حج با اعتماد به نفس روزش آغاز میکنه. اون صبحونه میخوره و احساس میکنه که یک رئیسه. اون از بلیک به خاطر مقاومتش در برابر دزدان تعریف میکنه. پریز زنگ میزنه و به اون درباره یولیان هشدار میده و توصیه میکنه که مراقب باشن. همچنین بهش میگه که با یه شخص آرایشگر داخل یک سالن محلی ملاقات کنه تا اطلاعات بیشتری کسب کنه. حج بلافاصله به دیدار آرایشگر میره که جزئیاتی درباره یولیان و اوباشاک بهش میده. آرایشگر هشدار میده که ممکنه یولیان به خانواده‌اش حمله کنه و توصیه میکنه که اونا رو در امان نگه داره. در همین حین یولیان که از وضعیت برادرش ناراحته به دنبال انتقام. معاونش به اون درباره پدر حج که داخل خانه سالمندانه میگه. در خونه حج با خوشحالی برای خانواده‌اش آشپزی میکنه و پیشنهاد میکنه که به ایتالیا سفر کنه. ناگهان اون یه تهدیدی رو حس میکنه. وقتی که یه ماشین به خونهشون نزدیک میشه، حج به سرعت خانواده‌اشو به زیر زمین میره و از اونا میخواد که ساکت باشن و با پلیس تماس نگیرن. در همون لحظه آدمای یولیان به رهبری پاول به خونه حمله میکنن، اما با تعجب حج به شدت از خودش دفاع میکنه و بیشتر مهاجمان رو تیکه پاره میکنه. اما پاول از پشت به حج با تفنگ شوک‌زن حمله میکنه و اونو با ماشین میبره. اون حج به هوش میاد و خودش رو توی صندوق عقب ماشین. اون موفق میشه که یک کپسول آتش نشانی رو بگیره و ماچ دستاشو در میاره تا دستبند رو باز کنه. حج صندلیو میاره پایین و از کپسول آتش نشانی برای کور کردن بقیه استفاده میکنه و ماشین تصادف میکنه. بعد از این اون از صندوق عقب بیرون میاد و هویت واقعی خودش رو به پاول نشون میده، درست قبل اینکه پاول بمیره. حج به سرعت به خونه برمیگرده و خانواده‌اش رو از زیر زمین بیرون میاره. اونا رو به یه مکان امن میرسه تا بتونه با مهاجما برخورد. اون به بکا اطمینان میده که همه این کارا برای ایمنی اونا انجام میده و قطعاً بعد از پایان ماجرا برمیگرده. بعد از اینکه خانواده‌اش رو میفرسته، حج مردای زخمی رو روی کاناپه میذاره و راز خودش رو به اونا فاش میکنه. اعتراف میکنه که قبلا یک قاتل بوده که برای سازمان‌های اطلاعاتی کار میکرده و اهداف خطرناک و غیر قابل دسترس از بین میبرد. اون میگه که بعد از بخشیدن مردی که قرار بوده اونو بکشه بازنشسته میشه، چون متوجه میشه اون مرد یه خانواده خوشبخت داره و سعی میکنه از زندگی جنایتکارانش خارج شه. حج تلاش میکرده تا از گذشته خودش دور بمونه. بعد تصمیم میگیره که رد پای همه قتل‌ها رو از بین ببره. برای این کار اون خونه خودش رو با مردای یولیان به آتیش میکشه و قبل از ترک عکسای خانواده‌اش رو برمیداره. از طرفی 2 قاتل به خونه سالمندان میرسن و مستقیما به اتاق پدر حج دیوید میرن، اما پیرمرد به طرز شگفت‌آوری هر دوی اونا رو با شاتگان میپوپره. سکانس بعد حج به دیدار پدرزنش ادی میره و کیسه‌ای از شمشای طلا رو روی میز اون میریزه و اعلام میکنه که قصد خرید شرکتشو داره. حج به طور
موقت کارخونه رو میبنده جایی که سلاح و مهماتش رو جمع کرد. اون میدونه که یولیان اونو ول نمیکنه و برای نبرد نهایی آماده میشه. بعد از این هچ به مکانی میره که آدمای یولیان اونجا دارن پولهای اوباشاک رو میشمارن و به اونا شلیک میکنه. بعد از اینکه همشون رو کشت، کل آثار هنری و توده پولها رو یک جا آتیش میزنه. اون به ملاقات یولیان و آدمهاش به کلاب میره. یولیان که داره آواز میخونه یهو با دیدن هچ میان جمعیت که پشت یه میز نشسته بود شوکه میشه. یولیان به سوی اون میاد و ناگهان هچ بمب دستازی که ساخته بود و از زیر دستمال فاش میکنه و از دامنش رو دست میگیره. اون به یولیان پیشنهاد میده که برای مذاکره پشت میز بشینه و یولیان با تردید میپذیره. هچ به یولیان میگه که همه چیزایی که داشتی سوخته و حالا 2 تا انتخاب داری، یا باید دنبال من باشی یا بقیه چیزایی که برات باقی مونده و ورداری و فرار کنی. پیش از ترک کلاب هچ به سمت ماشین خودش میره و انگشتانش رو توی فرمون میپیچه و نشون میده که هنوزم میخواد قهرمان باقی بمونه و امیدواره که یولیان همچنان دنبال اون باشه. درست به همین ترتیب یولیان که عصبانی شده بود به آدماش دستور میده که دنبال هچ برن، بدون اینکه بدون دیوید و هری داخل کارخونه هستن تا بهش کمک کنه. هچ با استراتژی طلای مرگبار رو تنظیم میکنه تا گنگسترها رو از بین ببره. خوشبختانه افراد یولیان طلا رو فعال میکنه و بیشترشون کشته میشن. دیوید و هری سپس با مهارت‌های بی‌نظیر رزمی خودشون باقی مونده اونا رو از بین میبرن. کمی بعد زمانی که هچ متوجه میشه گلوله‌هاش تموم شدن، با یه سپر ضد گلوله که جلوی اون یک مین متصل میکنه به سمت یولیان حمله میکنه و اون رو به طور استراتژیکی منفجر میکنه و فوراً اون میمیره. بعد از اینکه همه چیز حل و فصل میشه، هچ با بکا تماس میگیره و یک پیام عاشقانه براش میذاره. سپس به صحنه ابتدای فیلم برمیگردن، جایی که 2 افسر دارن از هچ بازجویی میکنن. در اون لحظه 2 افسر از رئیسای خود یه تماس دریافت میکنن که بهشون پیشنهاد میشه هچ رو رها کنن. 3 ماه بعد هچ و بکا در حال خرید خونه جدیدشون هستن که اون تماسی دریافت میکنه که نشون میده خدماتش هنوز برای سازمان اطلاعات مورد نیاز. ممنون که تا انتهای داستان با داش فریمز بودین. امیدوارم که نهایت لذت رو برده باشین. چنل رو ساب و لایک کنین تا برای ما حمایت دلگرمی باشه.